هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، در دوام چند روزی سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان ما مشاهده کردیم که ولایت در نتیجه توجه دائمی دولت و حکومت مملکت تلاش‌های وطن دوستانه مردم سربلندیان به طور نظررس آباد شده، سطح زندگی مردم تدریجاً بهتر شده ایستاده است. با مقصدی تامین نمودن رشد و ترقیات ولایت ما عصر 21 را عصر رشد بدخشان و این منطقه بی‌شناسای کشورمان را دروازه طلایی تاجستان اعلان نموده با همین مقصد صدها نقشه و برنامه‌های سازنده را عملی کرده ایستاده ایم. برای تامین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی شهر نایای ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوران صاحب اختیاری از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری زیاده از 18 میلیارد سومانی روانه گردیده است. تنها سال 2019 و 6 ماه سال جاری از بودجت جمهوری برای بنیاد انشاءات اجتماعی، تعمیر و ازنسازی راه و پل‌ها، کارهای ساختمان آبادانی، حفظ اجتماعی اهالی و دستگیری بودجت ولایت بیش از 705 میلیون سومانی روانه گردیده است. نشان دهنده مذکور یعنی کمک مالیوی از بودجت جمهوری به ولایت مختار کوهستان بدخشان جدا گردیده که مبلغ‌های سوویتیا را نیز در بر می‌گیرد. در مقایسه به حساب اهالی یعنی 230,000 نفر اهالی ولایت است، نسبت به کمک مالیوی به ولایت ختلان جدا گردیده که قریب 4 میلیون است، 3 برابر زیاد میباشد. نوشته گیرید و با مردم فهمانید دولت و حکومت تاجستان چیکار کرده ایستاده است. در زمان صاحب اصلاحی در حدود ولایت 31 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از 3 میلیارد سومانی به انجام رسیده. حالا تطبیق 11 لایحه دیگر به مبلغ عمومی 3 میلیارد و 300 میلیون سومانی ادامه دارد. همزمان با این باید گفت که در دایره برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت و شهر نایای آن طی سالهای 2016 2020 تطبیق 1345 لایحه در ساحه‌های گوناگون با مبلغ عمومی بیش از 6.5 میلیارد سومانی پیش بینی شده. در 4 سال سپری شده 447 لایحه با مبلغ زیاده از 2 میلیارد سومانی پورا تطبیق گردیده است. حالا در ولایت 259 لایحه با مبلغ 400 میلیون سومانی عملی شده ایستاده است و تطبیق لایحه‌های گوناگون در حدود ولایت من بعد نیز ادامه داده میشه. وابسته به این تاکید می‌سازم که جهت رسیدن به هدف‌های رشد ملی مسئولیت رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر نایای آن در تامین اجرای نشاندهنده‌های رشد اجتماعی و اقتصادی طبق دورنامه پیش بینی شده و جلب سرمایه داخلی و خارجی باید به مراتب بلند برداشته شود. حکومت مملکت با وجود تاثیر عامل‌های منفی بیرونی و خف‌ها در شرایط پنه‌شوی بیماری سرایتی کووید 19 جهت کاهش دادن پیامدهای آنها و اقتصاد ملی تمامی تدبیرها را اندیشیده ایستاده است. در این روند دایر به دریافت سرچشمه‌های مبلغ‌زاری ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای نظررس عملی شده ایستاده است. سال 2019 برای پوشانیدن خراجات بودجت ولایت از حساب بودجت جمهوری 186 میلیون سومانی و تنها در 6 ماه سال 2020 89 میلیون سومانی کمک مالیوی روانه گردیده است که زیاده از 65% خراجات
مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت را تشکیل می‌دهد. در طول سالهای 1992 2020 از حساب بودجت جمهوری تنها برای دستگیری بودجت ولایت در حجم 1.7 میلیارد سامانی کمک مالیوی جدا گردیده است. در دوران صاحب استقلالی در حدود ولایت 2030 انشاءات با مبلغ عمومی 3.1 میلیارد سامانی بنیاد و ارزانسازی گردیده است. این شماره کم نیست. 2030 انشاءات. تنها سال 2019 202 انشاءات تعیینات اجتماعی اقتصادی با مبلغ 380 میلیون سامانی ساخته به استفاده سپارده شده. حالا کارهای ساختمان ارزانسازی در 506 انشاءات با مبلغ بیش از 1.5 میلیارد سامانی ادامه دارد. این غیر آنه که ما در رفته سفر با سنگ‌های اساسی قریب 10 لایه‌های نوی دیگر را گذاشتیم. در این سمت رهبران ولایت، وزارت اداره‌های مربوطه، دیرکسیون ساختمانی، انشاءات حکومتی و دیگر ساختارهای داخلدار وظیفه دار کرده می شوند که انشاءات به نظر گرفته شده را با صفت، با صنعت بلندی معماری بنیاد کرده در مهلت‌های پیش بینی شده با استفاده سپارند. برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایب آن ضرور است که همکاری را با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت ساخته به استفاده سپاریدن انشاءات گوناگون اجتماعی و استحصالی، خصوصا تشکیل کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای نوی کاری و استفاده ثمرناک ذخیره‌های موجوده جداً تقویت بخشد. گرچند اجرای نقشه قسم درآمد بودجت ولایت در 6 ماه سال 2020 یک جا با انداز اجتماعی 104.4% اجرا شده است، ولی برای کم کردن حجم بقیه پولهای انداز که تا اول ایول سال جاری با 2.1 میلیون سامانی برابر شده است باید چاره‌های قطعی اندیشیده شود. همزمان با این به وزارت مالیه، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایب آن سپارش داده می شود که مبلغ‌زاری ساحه‌های اجتماعی، دستگیری طبقه‌های آسیب پذیر اهالی و پرداخت نفقه و کمک پولی‌ها را سریع وقت تأمین نماید. همچنین وزارت‌های مالیه، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته انداز، اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر ساختار و مقامات داخلدار دایر به اجرای حتمی فرمان پرزیدنت کشور از 5 ایون سال 2020 درباره پیشگیری تاثیر بیماری سرطانی کووید 19 به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان همه تدبیرهای ضروری را عملی سازد. در شرایط پنجشنبه بیماری سرطانی کووید 19 ضرور است که تمام ذخیره و امکانات‌ها برای بلند برداشتن فعالناکی اقتصادی مردم بخصوص در منطقه‌های دوردست کوهستان استفاده برده شد. مخصوصاً دسترسی به قرض با فایز نسبتاً پست و تقویت فعالیت صاحبکاری، استفاده ثمرناک زمین و افزایش خدمت‌رسانی‌ها مساعدت می‌کند. سالهای آخر در ولایت وضع پیشنهاد قرض‌های خرد از جانب بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی بهتر گردیده. در 10 سال آخر با 96,000 شخصان حقوقی و واقعی بیش از 1 میلیارد سامانی قرض داده شده است. اگر من حساب کنیم 230,000 اهالی باشد، قریب 100,000 اهالی با دسترسی به قرض گیری علاقه دوای شده است. قریب که هر یک عائله، اگر یک عائله مردمی تاجیکستان به حساب میانه 6 نفر را تشکیل میکنه. تنها در 6 ماه سال 2020 به ساکنان شهر خاروق قریب 14 میلیون سامانی قرض داده شده است که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 22% زیاد میباشد.
در سفر سال قبلی که من داشتم این پرابلم بود یک رهبریت و دیگر شخصان همین مسئله قرضی را از جانب بانک ها مسئله گذاری کرده بودند از حساب فاندی دستگیری صاحبکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در طور فعالیت این نهاد یعنی 7 سال آخر برای 29 لایحه تجارتی سوبیکت‌های صاحبکاری ولایت اساساً با کارخانه‌های خرد و میانه کارکرد اشیاء خام محلی و استحصال محصولات تیار از آن در حجم 13 میلیون سومانی قرض‌های امتیازناک جدا گردیدند. اینا علاوه‌اً خیلی باز کار کردن در کار مبلغ‌ها هستند. لایحه‌های سرمایه‌گذاری را درست تهیه کرده صاحبکاران پیشنهاد کنند مثلا لایحه‌های 3 ساله ما در رفتی سفر چند چنین لایحه‌ای که عملی شدن از جانب صاحبکاران از ناحیه درواز سر کرده تا من شهر خارج شناس شدیم و نتیجه های دلخواه داده است. در نتیجه از جانب سوبیکت‌های صاحبکاری ولایت قریب 700 جای کاری تأسیس داده شده است. اگر تا زمان استقلال در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان همگی 5 فیلیال بانک فعالیت داشته باشد امروز 22 فیلیال بانکی 3 تشکیلات مبلغ‌زاری خرد 2 فیلیال تشکیلات مبلغ‌زاری خرد و 51 مرکز خدمت رسانی بانکی با اهالی و سوبیکت‌های صاحبکاری خدمت می‌رسد. بانک ملی، بانک دولتی امانت بانک، بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های قرض‌دهی باید جهت گسترش باز هم بیشتری خدمت رسانی‌های بانکی و پیشنهاد قرض‌های امتیازناک برای رشد صاحبکاری استحصالی بخصوص با در نظر داشت امکانیت‌های ولایت در سمت کارکرد اشیاء خام محلی اینچنین تشکیل کلاسترهای صنعتی و خدمت رسانی تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماید. در ناحیه درواز کارخانه کنسرو برای کارکرد میوه سبزوات عسل دیگر با مقدار 1,500 تانه میتواند قسمی سبزوات را که در حدود ولایت استحصال کرده می شود خریداری کرده کار کرده نماید. و در این جاده من با صاحبکاران ولایت رهبران شهر نایا رهبران ولایت تاکید کردنی هستم این مهیا کردن این جایهای کاری برای کارگر و حجم استحصال محصولات صنعتی آورده میرساند دقتی اولین درجه دادن در کار دایر به کارکرد محصولات ساحه کشاورزی مخصوصا میوه سبزوات در ناحیه درواز تکنولوژی که دایر به کارکرد پرورش منگرخانه دیگر آوای کردن به نهایت رفته رئیسای نایا رئیس ولایت رفته سمینار گذرانند بین صاحبکارها دیگر بینن نه یگان جای چشم‌بندی نیست همون صاحبکارهای جواب کردن یگان چی از بودجه دولت نیست از بودجه دولت یک کارخانه در یگان دولت دنیا بنیاد نمی‌کنند تنها از واسطه صاحبکاری است ببینید حتی بعضا اشیاء استحصال کرده ایستادن محصولاتی که با صادرات و ما 100% ایمپورت واردات است بود اشیاء خام را از بیرون وارد کرده کارکرد میکنند تکنولوژی پیشرفته را وارد کرده است استحصال میکنند هم برای طلبات داخلی و هم با صادرات کارکرد 1,500 تانه عسل استانداردی اروپایی با تمام دنیا صادرات میکند یعنی عسل آنچه که ما استحصال میکنیم اون را کارکرد کردن در کار که با استانداردهای جهانی برای بازار جهانی برآوردن جوابگو باشه نه مرحمت بهترین در جمهوری بهترین حاضر تکنولوژی اولین درجه بر رشد ساحه زنبور عسل پروری بسیار تکانی جدی می باشد با بانک نوتأسیس صنعت صادرات بانک ضرور است که حجم قرضها را در حدود ولایت جهت دستگیری لایحه‌های خرد و میانه استحصالی صاحبکاران ولایت مخصوصا زنان افزایش دهد. تاکید می‌سازم که رهبران ولایت و شهر نایا آن وظیفه دارند که یکجا با وزارت و اداره‌های مربوطه در سمت رشد صاحبکاری استحصالی منتظم چاره‌جویی نمایند. در نظر باید داشت که در ولایت برای ترقی دادن استحصالات و تشکیل جایهای نوی کاری امکانیت و ذخیره‌های خیلی زیادند. سال 2011 در ولایت در حجم 55 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال شده است.
و سال 2019 این نشان دهنده 4.3 برابر افزایش یافته به 238 میلیون سومانی رسیده است. ولی حجم استحصال محصول در 6 ماه سال جاری 70 میلیون سومانی را تشکیل کرده. نسبت به همین دوره سال گذشته 11% کاهش یافته است که چنین حالت اندیشیدن تدبیرهای فوری را تقاضا می‌نماید. ولایت مختار کوهستان بدخشان خصوصا در سمت استحصال محصولات کشاورزی و کارکردی اشیاء خام امکانیت‌های کلان دارد و استفاده ثمرناک چنین امکانات مسئولیت، کسبیت و قابلیت بلندی تشکیلاتچی را طلب می‌کند. در رابطه با این وزارت صنعت و تکنولوژی نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، رهبران ولایت شهر نایای آن و وزارت اداره داخلدار وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جلب سرمایه داخلی و خارجی را برای تأسیس کارخانه‌های استحصالی بخصوص در سمت کارکرد اشیاء خام محلی و استحصال مسائل ساختمان از جمله کارکرد مرمر، میوه، گیاهای شفابخش و استحصال محصولات نیاز اول وسعت داشت. تمام شما شاهد با واسطه تلویزیون دیدید که ما در مرکز ولایت بسیار یک تئاتر زیبا با طرح صنعت معماری ملی بنیاد کرده با اختیار مردم و اهل صنعت و فرهنگ سپردیم. قریب 90% تمامی سنگ‌های آرایشی تئاتر از حدود ولایت از همین داخل خب کارکرد کرده شده، خریداری کرده شده و در این انشاءات استفاده برده شد. این کاری گنده است. دیدید 5 سال پیش این نبود. شده ایستاده است. طرز کار کردن در کار که ما باید سنگ‌های آرایشی را صادرات کنیم. من در کدام ناحیه برآمد کردم در واز بود، فکرم در کجا بود، روزهای نزدیک تنها برای واردات سنگ‌های آرایشی همه کفل و سنگ‌های دیگر صاحبکاران ما بیش از 28 میلیون دلار فقط خراجات راهگیری میسپارند. فقط خراجات راه در نقلات راه آهن. حالا که ما خود در خودمان داریم، حالا که چندین کارخانه‌چی در حدود ولایت مثلا شهر نایای ولایت حالا که به کار انداخته شده ایستادند، در نایه درواز، در نایه ونج، در نایه راشخاله، اینا اکتشاف دادند در کار. این هم جای کاری، هم سرچشمه درآمد بودجه ولایت و شهر نایا. با عزم و تلاش‌های دولت و حکومت کشور جهت پره با نیروی بر تامین نمودن اهالی و کارخانه و مؤسسه‌های ولایت تا با امروز خیلی کارهای نظر است به انجام رسانیده شدند. با مقصد باز هم زیاد نمودن استحصال نیروی برق در دوره صاحب اقتداری کشور در ولایت 29 مگاوات اختیارهای نوی هیدروانرژتیکی از جمله نیروگاه برقی آبی پامیر 1 با اختیار 28 مگاوات به کار انداخته شده. در نتیجه کارهای از نوسازی از حساب اقتدارهای موجوده قریب 13 مگاوات برقرار کرده شدند. جهت تامین نمودن ولایت با نیروی برق شبانه روزی در این دوره در برابر تجدید و از نوسازی خطهای انتقالی برق پسشیده زیاده از 380 کیلومتر خطهای انتقالی برق بلند شدتی 10، 35 و 110 کیلووات و 29 زیرایستگاه برقی بنیاد و تجدید گردیدند. تدبیرهای مذکور که برای عملی نمودن آنها بیش از 2 میلیارد سومانی مبلغ پیش بینی گردید، امکان فراهم آورد که استحصال و انتقال نیروی برق تدریجاً زیاد گردیده در برابر تامین طلبات داخلی همچنین صادرات نیروی برق به منطقه بدخشان افغانستان برآمده شود. در نایه درواز که من از این طرف دایره بود در استقبال شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان داشتند، آنها درخواستشان همین بود که جناب یالی فکر ما را هم کنید، برق یاردم هم کنید، آب آشامیدنی یاردم هم کنید.
تنها در 5 سال اخیر از نوسازی نیروگاه‌های برقی آبی اندربک با مقدار 360 کیلووات، تیخر 400 کیلووات و بنیاد نیروگاه برقی آبی تاجیکستان در ناحیه مرغاب با مقدار 1500 کیلووات با مبلغ عمومی 100 میلیون سومانی عملی گردید. جهت تأسیس شبکه یگانه انرژتیکی در قلمرو ولایت ساختمان خطهای انتقال برقی 35 کیلووات‌ی وامر وازنفت 42 کیلومتر، مرکز ونج تیخر 22 کیلومتر، قلعه خم کرگاوت 40 کیلومتر و ساختمان خطهای انتقال برقی دو زنجیره 35 و 110 کیلووات در سمت خاروخ اندراب 10 کیلومتر، خاروخ پرشناف 9 کیلومتر، نیروگاه برقی آبی پامیریک خاروخ 22 کیلومتر و وازنو دشت یزغلام 33 کیلومتر به انجام رسانیده. زیرایستگاه 35 کیلووات تجدید و ازانسازی کرده شد. هنوز 3 سال پیش هنگام ملاقات با ساکنان ولایت تاکید کرده بودم که جهت اساسناکنی تکنیکی و اقتصادی نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشقاله و تایید لایحه نیروگاه برقی آبی سناباد چاره‌جویی کرده شد. حالا لایحه اساسناکنی تکنیکی نیروگاه سناباد با اقتدار 200 مگاوات در سال اولی که پیشنهاد کرده بودند همگی 120-140 مگاوات و سبزار با اقتدار 11 مگاوات خط انتقال برق 110 کیلووات‌ی سبزار خاروخ و دستگاه تقسیم کننده کشاده 110 کیلووات آماده گردیده کارهای ساختمانی نیروگاه برقی آبی سبزار سال جاری آغاز شدند. تنها برای مبلغ‌زاری ساختمان نیروگاه سبزار خط انتقال برق 110 کیلووات سبزار خاروخ و دستگاه تقسیم کننده کشاده 110 کیلووات در مجموع بیش از 550 میلیون سومانی روانه می‌گردد. علاوه بر این ماه اکتبر سال جاری نیروگاه خرد برقی آبی خطفت با توانایی 450 کیلووات در وادی برتنگ ناحیه روشان به استفاده سپارده شده. کارهای ساختمان در خطهای انتقال برقی دو زنجیره 110 کیلووات‌ی نیروگاه برقی آبی خاروخ شهری خاروخ و پرشنیاب بونی با درازی 26 کیلومتر با مبلغ عمومی قریب 40 میلیون سومانی آغاز می‌یابد. ولی با وجود این دستاوردها در ناحیه‌های ولایت دایر به تامین اهالی دهه‌های دوردست کوهی با برق هنوز هم بعضی کمبودی و مشکلات به نظر می‌رسد. جهت برطرف نمودن این کمبودی‌ها حکومت مملکت تصمیم گرفته است که سال جاری ساختمان شبکه‌های برقی خرد را در 35 دهه دوردست کوهی ولایت با استفاده از کلکتورهای آفتابی، دستگاه‌های بادی، نیروگاه‌های برقی آبی خرد پیوست نمودن این استفاده برندگان به این شبکه‌ها بنیاد شبکه‌های برقی 10 و 0.4 کیلووات در 26 دهه دیگر و پیوست نمودن آنها را به شبکه‌های مرکزی ولایت با مبلغ بیش از 260 میلیون سومانی آغاز نموده کارهای مذکور را در دوام 2 سال پره به اتمام رساند. سنه 13 نوامبر سال 2019 بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک جهانی وابسته به تطبیق لایحه الکتریفیکاسیون دهات سازشنامه گرانتی با مبلغ عمومی 320 میلیون سومانی به امضا رسید که از این مبلغ از 320 شما با حساب کنید مقایسه کنید 260 میلیون سومانی با اجرای کارهای لایحه‌ای آنچه که من نامبر کردم در ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه می‌گردد. علاوه بر این وقت‌های نزدیک کارها آید به نصب کلکتورهای آفتابی با اقتدار 200 کیلووات در ناحیه مرغاب با مبلغ 5 میلیون سومانی و اساسنامه‌کنی تکنیکی و اقتصادی بنیاد خط انتقال برقی 110 کیلووات خاروخ قازیده با مبلغ 100 میلیون سومانی آغاز کرده می شود. یعنی در دوام 2 سال بین بعد بیش از 12,000 نفر ساکنان
در حدود ناحیه‌های ولایت 61 دهه در حدود ناحیه‌های درواز، ونج، روشان، راشقاله، اشکاشیم، شغنان و مرغاب با نیروی برق دائمی تامین می‌گردند. در رابطه با این با وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب، شرکت پامیر انرژی و مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان سپارش داده می شود که کارها را در سمت تطبیق لایحه‌های بخش انرژتیک ولایت تقویت بخشیده جهت سریع و با صفت بلند به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی سبزار چاره‌های ضروری اندیشند و آن را تا آخر سال 2022 به استفاده سپارند. از ساختمانچی ها متخصصانی ما وابستگی دارد چگونه کارهای ساختمانی را با صفت بلند و سرعت تیز ما به انجام می‌رسانیم. هموطنان عزیز، کشاورزی یکی از ساحه‌های مهم رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان و حساب می‌رود. طبق معلومات آماری به حالت 1 ایول سال 2020 کشاورزان ولایت کشتی زراعتی را در میدان 10,500 گکتار انجام دادند که با نشان دهنده همین دوره سال گذشته برابر می‌باشد. همچنین سالهای اخیر حاصلناکی زراعت‌های اساسی کشاورزی در ولایت تمایلی پست روی پیدا نموده است. سال 2019 نسبت به سال 2018 حاصلناکی غله‌دانگی‌ها 3.5 سنتر، کارتوشکا 1.6 سنتر و سبزیجات 14.5 سنتر کم گردیده نسبت به سال 2015 حاصلناکی غله‌دانگی‌ها 9.2 سنتر و میوه 2.7 سنتر کاهش یافته است. سال 2019 سرشمار چاروا از روی نمودهای علاوه آن نسبت به سال 2015 از 12 تا 31% و استحصال بعضی نمودهای محصولات چارواداری از 7 تا 56% کم شده است. جهت عملی سازی برنامه رشد ساحه باغ تاکپروری در 5 سال اخیر باید در میدان 325 گکتار باغ از جمله 11 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد و میدان 550 گکتار باغ‌های کهنه از نو برقرار کرده شود. موافق معلومات آماری در 4 سال و 5 ماه جاری در ولایت میدان 199 گکتار باغ بنیاد کرده شده است که 61.3% اجرای برنامه را تشکیل می‌دهد. از میدان عمومی باغ‌های بنیاد گردیده در ناحیه ونج 1.9 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد شده است و خلاص. باید در 5 سال در ناحیه درواز 2.8 گکتار، ونج 5.5 گکتار و در ناحیه روشان 2.7 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد کرده می‌شدند ولی این کار اجرا نشده است. اینچنین در دامی 5 سال میدان 79 گکتار باغ‌های کهنه از نو برقرار کرده شدند که همگی 14% برنامه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که ما با در نظر داشت تغییریابی و گرمشوی اقلیم، خشکسالی‌های شدید، زیادشوی اهالی سیاره، وضع بازارهای جهانی، سالهای آخر توجه رهبران و متخصصان تمام ساختار و مقامات را به مسئله زیاد کردن میدان کشت، بنیاد باغ‌ها، نگاه داشتن سرشمار چاروا و افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی یعنی سفربر نمودن تمامی ذخیره و امکانیت‌ها برای حفظ امنیت آذوقه‌آوری کشور جلب کرده ایستاده‌ایم. وزارت کشاورزی، مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه‌های آن وظیفه‌دار کرده می‌شوند که استفاده ثمرناک زمین‌های کارم، قطعه‌های زمینی نزدیاولگی و اجرای دورنامه‌های تصدیق شده کشتی زراعت‌های کشاورزی، همچنین پرورش تخمی اعلی صفت کارتوشکای سبزیجات و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی به منطقه موافق را تامین نماید. در این راستا اکادمی علم‌های کشاورزی را ضرور است که به فعالیت فیلیال خود در ولایت از جمله دایر به کارهای سلکسیونی،
و با اقلیم منطقه مطابق گردانیدن غله‌دانگی ها و کارتاشکا بلند برداشتن حاصلخیزی زمین ها و حفظ ذخیره‌های ژنتیکی به طور جدی تقویت بخشد. به دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارش داده می شود که یک جا با اکادمی علم‌های کشاورزی فعالیت فیلیال ذکر شده را در زمان استقلال همه جانبه و واقع بینانه موردی بررسی قرار داده از نتیجهش برابر دولت گزارش پیشنهاد نموده. وضع امروزه جهان با پنجشوی بیماری سرطان کووید-19 که در برابر دیگر عامل‌های منفی به امنیت آذوقه‌واری اهل بشر تهدید کرده ایستاده است، کشاورزان مملکت از جمله ولایت را وادار می‌سازد که از هر یک پارچه زمین عاقلانه استفاده کنند. دائم به این مسئله در مجلس غیر نوبتی حکومت کشور ماه اپریل سال جاری و در مشورت کاری برابران و فعالان ولایت ختلان ماه می در ناحیه دنگره به مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داده بودند. بار دیگر ما باید سهل نشماریم، با مسئولیت بلند مناسبت کنیم. وضعیت باز مرکب می شود در فصل تیر ماه و زمستان. رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر ناحیه آن وظیفه دارند که دایر به اجرای نقشه‌های تصدیق شده و دستور و سپارش‌های رهبر دولت در سمت زیاد نمودن میدان کشت زراعت‌ها، آبیاری زمین‌های نو، ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، بنیاد باغ‌های نو و ذخیره نمودن مواد غذایی تدبیرهای ضروری اندیشیده آید به اجرای آنها تا آخر سال 2020 به دستگاه اجرایی پرزیدنت گزارش مفصل پیشنهاد نمود. اما کارتاشکا میوه‌ای که است پیش از همه تامین کنین خود مردم ولایت را در تمام شهر ناحیه بازارها که فروش محصولات ساحه کشاورزی یارمارک‌های آنها را تشکیل کنید که مردم خریده ذخیره کنند. هر یک عائله این آنها که از بیرون کشیده آوردن چند مراتب ارزانتر میشه و مخصوصا استفاده بری زمین‌های نزد اولگی، زمین‌های پرزیدنتی. شما از سفرهای من برخوردار هستید در ناحیه باختر، در شهر باختر به یک خواجگی دهقانی در عائله وارد شدم، 16 ساتیق زمین دارد. از 16 ساتیق در یک سال 35 تن سبزوات جمع آوری میکنه. 35 تن دو سامانه حساب کنید چند میشود؟ از در خانه من پرسان شدم چند؟ گفت جناب یاری ماه دکبر ینور فوریه مارت تا 17-18 سامانی 1 کیلوگرم. های حاضر گفت که زیادتر تمام جمهوری وی شده است، حاضر 4-5 سامانی از در خانه میگیرن. خانه و در وی ماشین دارد، فرزنده خانده ایستاده، علی عائله خودشان یک جای کار وی میکنن. یا که در ناحیه جبار رسولوف من یک عائله دا وارد شدم، زمین های خورد از وی کردن کنه نشان که جناب بیاره من همین زمین هر سال تا 2,500 قوطی بانکا و کنسرو و هر گونه سلطات تیار میکنم، از زمین 1000 تاشا میفروشم. از در خانم آمده خریده پولی ناس خطیب میروند. 1000 تا 1,000 برای عائلمون بسنده است. در ناحیه روشان دیدن خودش آموزگار، پدرش دهقان، 10 تانه علاقه میوه و سبزواتشان فروختن. حالی در باب پخته رسیده است، در نزد حولگی همه چی برای زندگی از نزد حولگی استحصال شده است. 10 تانه دیگر میتواند بازار شهری خاروق تامین کنند. دیگر شهر ناحیه ولایت. بار دیگر تاکید می‌نمایم که یکی از راه‌های اساسی پیشرفت ساحه کشاورزی بهتر نمودن حالت میراثی زمین‌ها، تشکیل استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین‌های موجوده و از خود کردن زمین‌های نو میباشد. در 7 سال آخر در ولایت 386 هکتار زمین با گردش کشاورزی برگردانیده شده. کارها برای آبیاری نمودن 500 هکتار زمین نو از حساب زمین‌های چراگاه در ناحیه روشان ادامه دارد. در این دوره حالت میراثی همگی 21 هکتار زمین‌های کشاورزی ولایت بهتر گردانیده شده است که این با طلبات جوابگو است. وابسته به این به وزارت کشاورزی، کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی، اکادمی علم‌های کشاورزی،
агентии беҳдошти замин ва обёрӣ супориш дода мешавад ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо истифодаи самараноки обу замин ва ҳар сол аз худ кардани заминҳои нав мунтазам чораҷӯӣ намоянд. Инчунин доир ба азхудкунии заминҳои нав ва таъмин кардани рушди миъмадаи соҳаи кишоварзии вилоят барномаи нав таҳия ва пешниҳод шуданд. Яъне ҳам азхуд кардани заминҳо, ҳам самаранок истифода бурдани заминҳои корави ҳудуди вилоят. ҳоло дар вилоят 45 гархона мавҷуд буда аз тарафи кишоварзони ноҳияи Рӯшон аллакай ҳосили сабзавот ба бозори дохилӣ бароварда шудааст ки ин таҷрибаи аввалин дар вилоят мебошад. роҳбарони мутахассисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он вазифа доранд ки ҳамкориро бо соҳибкорону сармоягузорон дар самти ташкили гархонаҳо тақвият бахшанд. ҳамчунин зарур аст ки бо ҷалби соҳибкорони ватаниву хориҷӣ ҷиҳати рушди чорвадорӣ аз ҷумла қутоспарварӣ, паррандапарварию моҳипарварӣ ва ба ин васила беҳтар намудани бозори истеъмолӣ чораҷӯӣ карда шавад. дар вилоят ҳамагӣ дар ноҳияи Мурғоб 16-17 ҳазор сар қутос монда буд. вақте ман қарор қабул кардам ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ина инкишоф додам нодакор бисёро монеагӣ эҷод карданд, ҳатто дар дигар шаҳру ноҳияҳои кӯҳии ҷумҳурӣ. лекин ҳамин кор дамо рафтем, маблағам ҷудо кардем. имрӯз дар ноҳияи Мачои кӯҳӣ, дар ноҳияи Айнӣ хоб ҳазорҳо шуда истодааст. худи дар ҳудуди вилоят дар ноҳияи Рошғала дигар ноҳияҳода ҳоли саршумори қутос дар миқёси ҷумҳурӣ қариб 30,000 сар дараст. лекин ин ҳоли ҳам кам аст. ҳамватанони азиз, ҳукумати мамлакат дар самти ободонии вилоят ва бунёди иншооти иҷтимоию иқтисодӣ мунтазам чораҷӯӣ карда истодааст. имрӯзҳо барои истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. тибқи нақшаи чорабиниҳои тасдиқ шуда дар ҳудуди вилоят сохтмони 613 иншооти ҷашнӣ пешбинӣ гардида то имрӯз 38% он пурра иҷро ва 145 миллион сомонӣ маблағ аз худ карда шудааст. таъкид месозам ки суръати иҷрои корҳо то ҳанӯз қонеъкунанда нест ва аз роҳбарону мутасаддиён тақозо мегардад ки корро дар ин самт ҷонон намоянд. дар ин самт мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои он ва вазорати идораи дахлдор вазифадор карда мешаванд ки дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватанӣ ва шахсони саховатпеша ҷиҳати дар муҳлатҳои муқарраршуда бо сифати баланд ва бо риояи санъати баланди меъморӣ бунёд намудани иншооти ба нақша гирифташуда чораҳои зарури андешанд. илова ба корҳои зикр шуда то имрӯз дар ҳудуди вилоят аз ҳисоби бюҷети давлат ба маблағи умумӣ 10 миллион сомонӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, бо об таъмин кардани аҳолии шаҳри Хору, таъмиру таҷдиди роҳҳо ва чароғонкунии кӯчаҳои шаҳр, ободонии дигар ноҳияҳои вилоят ва бунёди чандин варзишгоҳҳои муҷаззази замонавӣ барои оммавигардонии варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим анҷом дода шуданд. танҳо дар шаҳри Хорух ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои коммуналӣ ва беҳдошти ҳолати санитарию обтаъминкунии аҳолӣ тавассути барқарорсозии шабакаҳои мавҷуда дар доираи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 83 миллион сомонӣ ҷудо гардида то имрӯз корҳо ба маблағи беш аз 15 миллион сомонӣ иҷро шуд. аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади фароҳамсозии шароити мусоид барои рушди соҳибкорию сармоягузорӣ, воридоти техникаву технологияҳои муосир ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дар ноҳияи Ишқошим минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шуд. барои бунёди инфрасохтори аввалиндараҷаи минтақаи мазкур аз ҳисоби бюҷети давлат то имрӯз зиёда аз 10 миллион сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. вазорати рушди иқтисод ва савдо вазифа дорад ки якҷо бо роҳбарони вилоят ва ноҳияи Ишқошим инчунин дигар сохтору мақомоти дахлдори вилоят ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ
و هرچه زودتر با فعالیت استحصالی آغاز کردن منطقه آزاد اقتصادی چاره‌جویی نمایند. ما مقصد داریم که من بعد نیز کارهای ساختمان و تعمیر و از نوسازی را در دایره برنامه و لایحه‌های دولتی در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه بخشیم. حکومت کشور جهت عملی گرداندن این هدف هزارها کیلومتر راه‌های ماشینگر را مطابق با معیارهای بین‌المللی بنیاد و از نوسازی کرده ایستادند که قسم زیادی آنها از حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌گذرند. دایر به کارهای آبادانی و رشد و ترقیات ولایت من نمی را گفتنی هستم و اقرار شدند در کار که توجه حکومت جمهوری به ناحیه راشقاله، به ناحیه شکارشیم، به ناحیه ونج کم اهمیت داده شد. با حکومت جمهوری دستگاه اجرایی پرزیدنت رهبری مقامات اجرایی ولایت سپارش داده می شود برنامه علایده هر یک ناحیه نامبر کرده شده را تهیه کرده با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمایند. عموما باید گفت که برای اجرای این نقشه ها در دوران استقلال در ولایت 11 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 2.1 میلیارد سومانی عملی گردیده. در دایره آنها بیش از 373 کیلومتر راهها و 40 پل بنیاد شده است. حالا در ساحه راهسازی برای ولایت تطبیق باز 4 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 3.2 میلیارد سومانی ادامه دارد و لایحه تجدید و از نوسازی شهرهای قلعه خم ونج که از جمله آنها می باشد وقتهای نزدیک آغاز کرده می شود. بنیاد راهها امکانیت داد که در این ولایت حجم بارکشانی از 195,000 تانه و حجم مسافرکشانی از 1.2 میلیون نفر مسافر در سال 1992 به 236,000 تانه بار و 7.2 میلیون نفر مسافر در سال 2019 رسانیده شود. ضمناً در قلمرو ولایت تطبیق لایحه ساختمانی راه ماشینگرد کلاب قلعه خم، قطعه کلاب شمس‌الدین شاهین 32 کیلومتر و شکیف قلعه خم 26 کیلومتر با مبلغ عمومی قریب 1 میلیارد سومانی و لایحه مستحکم نمودن انفراستراکچور مهم جهت تامین استواری ضد خطرهای طبیعی که در دایره آن 17 پل بنیاد و برقرار کرده می شوند با ارزش 211 میلیون سومانی ادامه دارد. حکومت مملکت در دوام 3 سال بین بعد شهرهای قلعه خم ونج را با مسافه 93 کیلومتر و با مبلغ بیش از 2 میلیارد سومانی عملی می‌گرداند که در دایره آن همچنین ساختمان 15 پل و 2 نقب پیش بینی شده است. بعدی به استفاده دادن قطعه راه قلعه خم ونج حرکت منتظم واسطه‌های نقلات از جمله نقلیات بارکش مسافه راه و حمل و نقل مال و محصولات نیاز مردم در این شهرهای مشکل گذر حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی آسان و کوتاه می‌گردد. در برابر تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری جدا کردن مبلغ‌های بودجتی برای تعمیر و نگهداری راه‌های ماشینگرد ولایت سال به سال زیاد شده. در ظرف سال‌های 1993 2020 با این مقصد 194 میلیون سومانی روانه گردیده است. در این مدت شماره واسطه‌های تکنیکی نگهداری راه‌های ولایت با در نظر داشت 84 تکنیک و تجهیزات زمانوی از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری خریداری شده به 227 رسیده است. با وجود این در سمت تجدید راه‌های ولایت تا هنوز مشکل‌های زیاد باقی ماندند که باید هر چیز زودتر حل و فصل کرده شوند. مثلا حالا در شهر خارم نقلیات مسافربر بارکش مستقیما توجه کوچه مرکزی حرکت کرده آرامی و گشت و گذار شهروندان را خللدار می سازد و همزمان با این به محیط زیست ضرر می رساند. با شرافت استقلال و آزادی کشورمان و صلح و ثبات جامعه امروز در کوچه های شهر خارم برای حرکت واسطه‌های نقلیات مشکلات به وجود آمده است. من معلومات گرفتم که در زمان تا استقلال
یعنی تا سال 1991 در ولایت همگی 1086 автомашини сабуррои шахсӣ дар маҷмӯъ 1610 та автомашина вуҷуд дорад. аз соли 1991 то имрӯз яъне дар 29 соли охир дар шаҳри нояб вилоят 4200 автомашинаи сабура вақъа гирифта шудааст ки зиёда аз 13600 автомашина ба сокинон вобастагӣ дорад. ҳоло дар вилоят зиёда аз 152000 муштарии алоқаи мобилӣ ва беш аз 67000 истифодабарандагони интернет вақъа гирифта шуда, маблағи фақат дар соли 2019 барои алоқаи мобилӣ сарфкардаи онҳо қариб 44 миллион сомонӣ, хароҷоти интернет 16 миллион, дар маҷмӯъ қариб 60 миллион сомониро ташкил медиҳад. худо давлататонро бо азиз зиёда кунад. ана барои ҳаминам шукронаи шулҳу суботи комил, шукронаи анами сарзамини аҷдодӣ, ҳамин давлату анами ватани аҷдодии худ кардан монда. мехоҳам хотир нишон намоям ки дар натиҷаи чунин таваҷҷӯҳи خاصه حکومت مملکت بر رشد ساحه راه و نقلات ولایت مختار کوهستان بدخشان در ظرف 20 سال اخیر ولایت از یک گوشه در بنبست کمونیکاسیونی قرار داشته به گذرگاه ترانزیتی بین المللی تبدیل یافته ایستاده است. با مقصد حل این مسئله دیروز ما سنگ اساس بنیاد پل ماشین‌گذار را از بالای دریای غوند گذاشتیم. حالا توسط گذرگاه‌های بین المللی قیزرارد کلما و 6 پل از بالای دریای 5 سال 2019 و 6 ماه سال 2020 بیش از 170,000 تانه مال و محصولات واردات و 6,000 تانه صادرات شده است. عملی گردیدن این هدف استراتژیکی از جمله دستاوردهای بزرگی دوران صاحب استقلالی کشورمان می باشد. بر رشد اقتصادیات مملکت از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس هزارها جای کاری نو، رشد سیاحتی و خدمترسانی و بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی تکان جدی می باشد. حاضرین گرامی، در زمان صاحب استقلالی در شهر نایای ولایت 180 بنای نوی مؤسسه‌های تعلیمی با زیاده از 25,000 جای نشست با مبلغ عمومی 302 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است. خصوصا طی سالهای آخر در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت شرایط تعلیم و تربیت و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی ولایت خیلی مستحکم گردیده، مکتب‌های در خانه‌های شخصی و واگن‌ها فعالیت داشته و بناهای نوی زمانوی کشانیده شده. تنها امسال برای ساحه معارف ولایت 112 میلیون سومانی پیش بینی گردیده. علاوه بر این در دایره زلایای دولتی سرمایه‌گذاری در 5 انشاءات ساحه کارهای ساختمان و تعمیر و برقرارسازی به انجام رسیده. ساختمان 2 انشاءات دیگر ادامه دارد. از جمله در ناحیه ونج کارهای تعمیر و برقرارسازی مرکز تعلیمی کلان سالان، در ناحیه شغنان لیسه کسب‌های تکنیکی، ساختمان بینای ریاست معارفی ولایت در شهر خارق و در ناحیه درواز ساختمان مؤسسه تعلیمی در دهه پتکن پره به انجام رسیده. ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 340 جای نشست در دهات صغیردشت ناحیه درواز و کودکستان در ناحیه ونج با مبلغ قریب 9 میلیون سومانی ادامه داشته. یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و شعبه معارف ناحیه روشن با مبلغ 24 میلیون سومانی در دایره سفر کاری ما به استفاده وارد شد. در دایره سفر کاری ما در ناحیه درواز سنگ اساس مکتب پرزیدنتی را گذاشتیم. اینچنین در دایره لایحه رشد تحصیلات عالی با دانشگاه دولتی به نام مایانشاه نظرشاه شهر خارق گرانت های خرد برای بلندبرداری سطح کسبیت قوه کاری پیشنهاد گردیده.
تشکیل کورس‌های اکادمی، تکمیل اختصاص آموزگاران، تعمیر آزمایشگاه، جهازانیدن با تجهیزات و تامین با مواد تعلیمی اجرا شده است. ما با مقصد تربیت استعدادهای جوان در شهر خارو مکتب پرزیدنتی برای کودکان با لیاقت در ناحیه روشان، مکتب اینترنت جمهوری برای کودکان یتیم و بی‌پرستار و از عائله‌های کم‌بساط را تأسیس دادیم و در آنها بهترین شرایط تعلیم و تربیت را مهیا کردیم. ما دیروز باز در ناحیه روشان یک مکتب زمانوی خیلی با صفت بلند به استفاده دادیم. خیلی باز آموزگاران را من پرسیدم، آنهایی که 30 سال 40 سال کسب آموزگاری دارند، بینید خورسند، هم خواننده ها هم آموزگاران این کار را ادامه دادن نمانده کار رابر دیرکسیون ساختمانی ما در ناحیه راشقله چنین مؤسسه تعلیمی زمانوی یک تا بنیاد نکردیم. برخشا گیرید، لایه پیشنهاد کنید در مرکز ناحیه اون چیزی که باید باشد در ظرف 2-3 سال بنیاد کردن در کار در ناحیه اشکاشیم. حالا در حدود ولایت جهت رشد امکانیت‌های ذهنی کودکان 21 مؤسسه تا مکتبی و 146 مرکز انکشافی کودکان فعالیت دارد. از سال 2016 تا 20 یعنی در 5 سال اخیر برای ختم کنندگان مکتب‌های ولایت قریب 800 کوته پرزیدنتی از جمله برای دختران بیش از 400 جای در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جدا کرده شده است. همچنین برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سال 2017 12 جای، سال 2019 70 جای و سال 2020 123 جای علاوگی جدا گردیده است. در زمان استقلال دولتی قریب 35,000 نفر و سال تحصیل 2019 2020 قریب 4,000 نفر جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را ختم کردند. حالا در این مؤسسه زیاده از 8,000 نفر فرزندان مردم ولایت تحصیل کرده ایستادند. مقایسه کنید زمان پیش بعد زمان استقلالیت. همچنین در مدت 29 سال قریب 4,000 نفر جوانان ولایت برای تحصیل به خارج کشور فرستاده شدند. بر زمین از سال 2015 تا سال 2020 905 نفر جوانان ولایت با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی خارج کشور برای تحصیل فرستاده شدند. برای خارج کشور داخل شدن در مقیاس شهر نواحی مملکت و ولایت‌های جمهوری ولایت مختار کوهستان بدخشان جوانان در جای اول است. با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی کامپیوتر کنانی مکتب‌های تحصیلات عمومی تا امروز مؤسسه‌های تعلیمی ولایت با 2377 کامپیوتر تامین کرده شدند که این رقم 184% اجرای برنامه را تشکیل میدهد. فقط آموزگار در کار و صفت تعلیم و تربیت را بلند برداشتن لازم است و خلاص. برای حفظ سلامتی ساکنان ولایت 347 مؤسسه تندرستی مجهز با تجهیزات ضروری فعالیت دارد. ولی تاکید می‌نمایم که در این مؤسسه نارسایی متقیسان تا هنوز به نظر می‌رسد. با مقصد حل این مسئله هر سال برای جوانان ولایت در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان کوته پرزیدنتی جدا می‌گردد و سال تحصیل 2019-2020 شماره آنها 185 نفر را تشکیل می‌دهد. لکه رهبریت ولایت شهر نایا شما علاقه داشته باشید با دانشجویانی که تحصیل کرده ایستادند، یعنی فرزندان خودتان شرایط مهیا کنید، هوسمند گردانید که آنها بعد خط حتما برگشته آمده در شهر نایای خود با مردم خدمت رسانند. در رابطه با این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایای آن وظیفه دارند مسئله بجای کار حاضر شدن ختم کردگان مؤسسه‌های طبی را که طبق کوته پرزیدنتی
و از حساب بودجت دولتی تحصیل می نمایند تحت نظارت قطعی قرار دهند. سال 2020 در ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد از نوسازی 8 مؤسسه طبی و بینای کالج طبی شهر خارود ادامه یافته در 7 ناحیه ولایت ساختمان مرکزهای سلامتی به نقشه گرفته شده است. با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر و ناحیه‌های آن ضرور است که یکجا با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در برابر تعمیر و تجدید مؤسسه‌های طبی ولایت با مجهزگردانی و با کادرهای بلند اختصاص تامین نمودن آنها دقتی اولین درجه دهند. در دوام سال 2019 و سال جاری برای مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی ولایت 6 نقلات یاری تجلی با مبلغ بیش از 1.8 میلیون سومانی و 13 افغان‌های گوناگون تعیینات طبی با مبلغ بیش از 2 میلیون سومانی خریداری و دسترس کرده شدند و چنین دستگیری از جانب حکومت مملکت منبع نیز ادامه داده میشود. جهت پیشگیری کردن پنجشوی بیماری سرطانی کووید 19 و تامین نمودن شرایط مساعد برای طبیبان مؤسسه‌های طبی ولایت علاوه با 120 نامگوی تجهیزات طبی، مواد و اشیاء محافظتی، بی‌ضررگردانی و آزمایشگاهی تامین کرده شد. با در نظر داشت وضع جاری و پیشگیری کردن و سری وقت طبابت نمودن چنین بیماران، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر ناحیه آن وظیفه دارند که تدبیرهای علاوگی اندیشند. یکی از مسائل تشویش‌آور در ولایت زیادشوی شخصان گرفتار بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت آدم نسبت به دیگر ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها میباشد. با مقصد پیشگیری کردن پنجشوی این بیماری و نگاه‌آوری طبابت بیماران در ولایت یک مرکز ولایتی، یک مرکز شهری و 7 مرکز ناحیه‌ای فعالیت می‌نماید. از سال 1991 تا این جانب در کشور 12666 نفر سرایت یافتگان ویروس نارسایی مسئولیت آدم با قید گرفته شدند که از آنها 705 نفرشان از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند. شماره فافتیدگان در ولایت از شماره عمومی سرایت یافتگان 44.5% یعنی یا که 314 نفر از همی کسلی فافتیدند که نسبت به دیگر ولایت ها خطلان 27.2 و سوق 29% زیاد میباشد. در 6 ماه اول سال 2020 در کشور 680 حالت نوی سرایت‌یابی با این بیماری به قید گرفته شده، از آنها 21 حالت به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان راست می‌آید. حالا از 9211 نفر بیماران در قید حیات بوده 391 نفر از ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، شماره زیادی آنها به شهر خاروخ 186 نفر و ناحیه شغنان 76 نفر راست می‌آید. بنابراین ساختارهای داخلدار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که یکجا با وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، اگنتی نظارت مواد نشه‌آور، کمیته‌های جوانان و ورزش، کار با عائله، دین و رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با جلب وسیع فعالان، زیایان و پدر و مادران جهت پیشگیری نمودن سرایت بیماری ذکر شده در شهر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان تدبیرهای علاوگی را راه اندازی نمایند. بدخشان مکان هزارها نمود گیاهای شفابخش میباشد. یعنی در حدود ولایت در برابر خدمت‌رسانی طبی برای رشد گیاه درمانی و سیاحی طبابتی شرایط مشاهد موجود بوده. ضرور است که در این سمت نیز منتظم چاره‌جویی کرده شد. طبق معلومات متخصصان زیاده از 70 چشمه طبیعی و آبهای گرم حدود ولایت خاصیت شفابخشی داشته، در صورت استفاده عاقلانه و مقصدناک آنها هزاران نفر احتیاجمندان می توانند از چنین نوعی طبابت بهره بردارند.
باید گفت که با در نظر داشت طبیعت ناتکرار کوه قلعه‌های بلند و برفپوش و موضع‌های تاریخی و فرهنگی ترقی دادن سیاحی یکی از سمت‌های افزایش‌ناک رشد اقتصادیات ولایت به حساب می‌رود. سال به سال افزودن شماره سیاحان داخلی و خارجی نشانه واضحی امکانیت‌های وسیع سیاحی بدخشان می‌باشد. در حقیقت بدخشان با کوه‌های زیبامنظر، پیریخ‌ها، چشمه‌های گرم و موضع‌های تاریخی و طبیعتی ناتکرار خود همچون یکی از موضع‌های نادیر سیاحی و کوهنوردی، شکار و جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش در جهان اعتراف گردیده است. باعث افتخار ما و شماست که سال 2013 با قطعنامه یونسکو باغ ملی تاجیکستان به فهرست میراث عمومی جهانی این تشکیلات با نفوذ وارد گردید. باغ ملی تاجیکستان با مقصد حفظ عالم حیوانات و نباتات، رشد سیاحی و استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی تشکیل یافته مساحت 2.6 میلیون گکتار را در بر میگیرد. مساحت باغ ملی 60% قلمروی ولایت مختار کوهستان بدخشان و 40% حدود ناحیه‌های سنگوار و لخش و در مجموع 18% مساحت عمومی مملکت را تشکیل داده. قسمت زیادی آن از کوه‌های بلندیشان بیش از 5-6 هزار متر عبارت میباشد. کوه‌های قراقل، زارکل و سرس، وادی سنگوار، قلعه‌های اسماعیل سامانی و ابوعلی ابن سینا، پیرخ‌های فیچنکا، خرسان و گرما که همه ساله سیاحان و کوهنوردان زیاد برای تماشای آنها می‌آیند، اینچنین چشمه‌های گرم و معدنی از شاهکاری‌های طبیعتی این قسمت وطن عزیزمان تاجیکستان به شمار می‌روند. وابسته به این مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و شهر ناحیه‌های آن یکجا با کمیته رشد سیاحی باید جهت در موضع‌های تاریخی و سیاحی تشکیل کردن انفراستراکچور زمانوی، نظارت حالت سانیتری آنها، بلند داشتن صفت خدمت رسانی و آماده نبودن کادرها در این سمت، اینچنین جلب اهالی به رشد هنرهای مردمی کارهای عملی را برآورد. حاضرین گرامی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و رعایت قانونیت و ترتیبات در سراسر کشور یعنی تامین بودن ولایت قانون شرط مهمترین رشد میانبرده کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. ولی طوری که همه شما در خاطر دارید از سالهای جنگ شهروندی سر کرده تا سال 2018 وضعیت در حدود ولایت و پیش از همه در مرکز آن شهر خارو تمایل مرکب شوی داشت. در این دوره سطح بلند جنایتکاری، فعال شوی گروه‌های متشکل جنایتی، مسلح شوی آنها، تأثیر گروه‌هایی که با قاچاق مواد مخدر مشغول بودند، اینچنین اشخاص تخریب کار و رابطه آنها با خدمات مخصوصی بعضی کشورهای خارجی، اینچنین بسیار آسیب پذیر گردیدن سرحدی دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان عامل‌های اساسی تاثیرگذار با وضعیت به شمار می‌رفتند. موجودیت شماره زیاد سلاح و لوازمات جنگی در دست ساکنان، غیر قانونی گرفته گشتن سلاح آتشفشان از جانب اشخاص علاهده جنایت پیشه و سرکردگان و اعضای گروه‌های متشکل جنایتی، صادر شوی جنایت‌های وزنین با استفاده از سلاح آتشفشان و ناگشاده ماندن آنها باعث تشویش و اضطراب مردم گردیده 1372 جنایت از سالهای قبلی ناگشاده مانده بود. اینچنین صادر شوی جنایت‌های زیادی وابسته به عبور غیر قانونی سرحد دولتی، قاچاق مواد مخدر، سنگ‌های قیمت‌بها و سلاح آتشفشان وضع ولایت را مرکب گردانیده بود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح نشمندی در بین اهالی از جمله جوانان بخصوص در شهر خاروق ناحیه‌های شغنان و روشان تشویش‌آور و حتی خطرناک گردیده بود. اگر در کشور سال 2017 با هر 100,000 اهالی
81 نقشمند راست آمده باشد این رقم در ولایت مختار کوهستان بدخشان 370 نفر از جمله در شهر خاروق 1200 نفر نایای شغنان 535 و روشان 396 نفر را تشکیل میکرد حالا که این رقم در نایای درواز و مرغاب همگی 29 و 46 نفر را تشکیل میداد هر سال ده ها نفر جوانان ولایت از زهرآلودشوی با مواد مخدر هلاک می شدند. تنها در 10 سال اخیر 332 نفر که اساساً جوانان می باشند از بیماری نشامندی فوت دیدند. یعنی به حساب میانه هر سال 33 نفر. از این شماره 161 نفر از شهر خاروق و 96 نفر از ناحیه شغنان وابسته به وضع بمیان آمده و با مقصدی به اعتدال آوردن وضعیت ما هنگام سفر به ولایت ماه سپتامبر سال 2018 قرار کردیم که از حساب رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی حفظ حقوق ساختارهای نظامی و دیگر ساختار و مقامات داخلدار ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی تأسیس دهیم. زیرا افزایش جنایتکاری، بیماری‌های سیریاتی، نشامندی، گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مصلحت آدم و بی‌طرفی و خلوت‌نظری و دورویگی بعضی کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایای ولایت یعنی خدمتچیان دولتی، تشکیلات و مؤسسات دولتی، فعالان جامعه، حتی بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در تأمین ولایت قانون یعنی مبارزه بر ضد جنایتکاری، نشأمندی، رعایت نگردیدن مقررات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و زبان دولتی ما را به قبول چنین قرار وادار ساخت. ستاد مذکور فعالیت خود را در اساس نقشه چهاربینی‌ها آید به اجرای دستور سپارش‌های از طرف رهبر دولت داده شده دایر به کاهش دادن شدت جنایتکاری در ولایت برآمده با جلب کارمندان مسئول مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایای ولایت، مقامات سودی و پروکراتوره، مقامات امنیت، کارهای داخلی، فعالان و جوانان و اهل زیا کارهای فرماندهی را آغاز نمود. در این روند پیش از همه باید گفت که بنابر پشیمانی از کردار و اختیاران با مقامات حفظ حقوق حاضر شدن جنایتکاران در جستجو قرار داشته نسبت به عملهای غیر قانونی 119 نفر ساکنان ولایت جزاهای سبک تعیین کرده شدند. از جمله نسبت به 25 نفر شخصانی که قانون شکنی های گوناگون صادر کرده بودند و در جستجو قرار داشتند بنابر سبب به مقامات حفظ حقوق اختیاراً حاضر شدن خود اقراری آنها و با تفتیشات همکاری کردنشان جزای از آزادی محروم شدن آنها از معیار پیش بینی کرده قانونگذاری نسبتاً کم تعیین کرده شده است. اینچنین 40 نفر جوانانی که بار اول جنایت صادر کرده با استفاده زورآوری و تهدید به مقابل نمایندگان حاکمیت، کارمندان مقامات حفظ حقوق یا خدمتچیان حربی راه داده بودند، بنابر جوان و سن و سالشان به دعوت حربی برابر بودند، نسبت به آنها پرونده های جنایتی آغاز کرده نشدند. با مقصد در روی وطن دوستی تربیت یافتن این جوانان آنها به خدمت حربی سفربر گردیده حالا در صف قوای مسلح با موفقیت خدمت کرده ایستادند. برای سالهای طولانی سرکشی کردن از پرداخت قرضهای بانکی نسبت به 91 نفر ساکنان ولایت 87 پرونده جنایتی آغاز گردیده بود و می بایست برای بررسی به مقامات سودی ایصال کرده میشد. لیکن از طرف مقامات تفتیشاتی با آنها امکانیت داده شد که مبلغ قرض بانکیشان را پرداخت نمایند. بعد پرداخت نمودن مبلغ قرضهای بانکی بنابر پشیمانی از کردار نسبت به 34 نفر پرونده های جنایتی آغاز گردیده قطع کرده شدند. نسبت به 20 نفر ساکنانی که
با عمل و کردارهای اوباشی استفاده زوراوری با مقابل نماینده حاکمیت و قصداً رسانیدن ضرر به سلامتی راه داده بودند به خاطر جوان بودنشان و در آینده به حیات فرزندانشان نآوردن معلومات اسناد آورنده یعنی داغ سودی به جای آغاز کردن پرونده های جنایتی پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده هر یک آنها به مهلت 15 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شدند. در برابر این جهت مصادره سلاح و مهمات جنگی مواد مخدر دستگیر کردن و به جوابگری کشیدن جنایتکاران در جستجو قرار داشته یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشیده شد. طبق حسابات پیشنهاد کرده سیدات در ظرف 1 سال و 10 ماه گذشته 376 پرونده جنایتی و 3737 پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده در دایره پرونده های جنایتی 208 نفر تحت تفتیشات قرار داده شدند که از این شماره 143 نفرشان اعضای گروه های متشکل جنایتی می باشند. در این دوره از طرف استعداد بین اداروی مقامات تأمین امنیت در ولایت 1190 حالت جنایت به قید گرفته شده کشادارشوی آن بیش از 90% را تشکیل کرد. اینچنین در قلمرو ولایت قریب 56,000 حالت حقوق ویرانکنی مأموری آشکار گردید. علاوه بر این 54 حالت دخالت کردن به فعالیت نمایندگان حاکمیت دولتی و کارمندان مقامات حفظ حقوق استفاده زوراوری و تحقیر و تهدید به قید گرفته نسبت به 67 نفر ساکنان ولایت پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. برای در حالت سرخوشی صادر نمودن کردارهای میده آباشی در جایهای جمعیتی 2000 نفر ساکنان ولایت دستگیر گردیده 1750 نفری آنها از 5 تا 15 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شدند. در دام 1 سال و 10 ماه آخر 1200 نفر بیماران نشأمند به قید گرفته شدند که 200 نفری آنها برای صادر کردن جنایت حبس گردیدند. در نتیجه سوءاستعمال واسطه‌های نشه‌دار 40 نفر فوتیده است. حالا 860 نفر نشأمندان در قید باقی مانده‌اند. در این دوره 600 نفر میزدگان معین و به قید دیسپانسری نارکولوژی ولایت گذاشته شدند. از این شماره در دوام 1 سال و 10 ماه آخر 100 نفر تبابت یافته 20 نفر دیگر فوتیده است. امروز در قید 400 نفر میزدگان باقی مانده‌اند. در سمت مبارزه بر ضد گروه‌های متشکل جنایتی 143 نفر سرکردگان و اعضای گروهی ذکر شده دستگیر گردیده 122 نفر آنها با حکم سود از آزادی محروم کرده شدند. در نتیجه برآمدن کارهای اپراتیوی و جستجویی از جانب ستاد 115 نفر اعضای در کافتکاوی رسمی قرار داشته گروه‌های متشکل جنایتی دستگیر گردیدند. در دوره ذکر شده از اعضای گروه‌های متشکل جنایتی و شخصان علاهده 1072 میل سلاح آتشفشان و 353 کیلوگرم مواد مخدر اینچنین بیرون از حدود ولایت از ساکنان ولایت 272 کیلوگرم مواد مخدر مصادره گردیده اعضای 13 گروه متشکل جنایتی نش از جلاب فرامیلی در هیئت 73 نفر آشکار و دستگیر کرده شدند که 51 نفر آنها ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند. علاوه بر این جهت مستحکم نمودن حفظ سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان با کشورهای هممرز خصوصا در موضعهای آسیب پذیر از ماه دکمبر سال 2018 تا این جانب 50 دیدبانگاه علاوگی سرحدی از جمله در شهر خارو 27 ناحیه درواز 11 و اشکاشیم 12 دیدبانگاه تأسیس داده شد و این کار ما در آینده نیز ادامه خواهیم داد. مبارزه با ضد اکستریمیسم و تروریسم و برگردانیدن طالب علمانی که غیر رسمی در کشورهای خارجی تعلیم دینی می‌گرفتند. در این دوره پرزور گردانیده نسبت به 4 نفر ساکنان دیهات یزغلام ناحیه ونج
بنابر رابطه داشتنشان با اعضای تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شد. باید گفت که تا حال 50 نفر ساکنان ولایت در صف چنین تشکیلات‌ها قرار دارند. آشکار و پیشگیری نمودن جنایت‌های اقتصادی یکی از سمت‌های مهم فعالیت ستاد در دوره قریب 2 سال آخر. در این مدت نسبت به 91 نفر 87 پرونده جنایتی آغاز شده، ضرری رسانیده شده با مبلغ 20 میلیون سومانی برقرار گردیده است. از حساب قرض‌های بانکی، قرض قوه برقی استفاده شده، نفقه، مزد، آب آشامیدنی، انداز، دیگر جریمه‌ها، اینچنین خدمت رسانی ریاست وزارت کارهای داخلی قریب 104 میلیون سومانی برقرار کرده شده است. در دایره چاره‌بینی‌های عملی شده ریانیدن قریب 3 میلیون سومانی مبلغ پرداخت‌های گمرکی تامین گردیده. 7.6 میلیون سومانی مبلغ‌های انداز پرداخت نشده کارخانه و اداره‌ها، شهروندان علاهده و صاحبکاران انفرادی به بودجه دولت برگردانیده شده است. طبق معلومات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا از سالهای 2018 2019 و 6 ماه سال جاری در حدود ولایت 446 جنایت کروپسیونی از طرف 262 نفر صادر گردیده آشکار کرده شده است که 49 حالت آن را جنایت‌های وزنی تشکیل می‌دهد. از شماره عمومی جنایت‌های آشکار شده به شهر خاروق 118 جنایت، نایه‌های شغنان 37، روشان 47، راشقاله 42، مرغاب 20، اشکارشیم 54، ون 48 و درواز 80 حالت راست می‌آورد. طبق تحلیل‌ها کارمندان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی 28 جنایت، ساحه معارف 35، تندرستی 4، مؤسسه‌های بانکی 112 و کارمندان ساختارهای زیرتابعی دیگر وزارت و اداره‌ها، سوبیکت‌های خواجگیدار غیر دولتی، صاحبکاران انفرادی و شهروندان 267 جنایت صادر کردند. مثلا شهروند دوست محمد عبیدا با مقصد تصرف مبلغ‌های قرضی از فوند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با واسطه بانک دولتی امانت بانک برای استحصال محصولات قنادی و مکرانی 632,000 سومانی قرضی امتیازنامه گرفته 422,000 سومانی آن را تصرف نموده است. یا که دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود سنباد شهر خاروق سید محمد و سید رحیم هنگام اجرای کارهای ساختمانی بنای ناتمام تعلیمی در دهه خباس نایه راشقاله با راه ساختکاری در صنعت‌ها ارزش اجرای کارهای ساختمانی را 61,000 سومانی برزیاد نشان داده مبلغ مذکور را از آن خود کرده است. سرمحاسب فعلی امانت بانک نایه اشکاشیم ترگیف عارف در سالهای 2014-15 با مسئولیت پیشکی با مسئولین بانک با نام شهروندان علاهده به خبردار کردن آنها پرونده‌های قرضی قلبکی ترتیب داده با این را 721,000 سومانی را از آن خود نموده است. بعضا بانک فیلال‌های بانک‌های ما در شهر نایه همین قدر مبلغ در یک سال قلبگیم که باید صندوق قرضی ندارند. حالت قرض‌های غیر فعال یعنی قرض‌های مشکل‌ستان تشکیلات‌های قرضی در ولایت فعالیت داشته تشریح‌آور باقی مانده. با سیم این سال جاری حجم آنها قریب 19 میلیون سومانی را تشکیل داده است. در ولایت شماره شخصانی که عهده‌داری خود را در نزد تشکیلات‌های قرضی اجرا نمی‌کنند تا حال خیلی زیاد میباشد. سالهای قبلی در ولایت نقشه دعوت جوانان به صف قوای مسلح عموما اجرا نمی‌گردید، حتی در زمان شوروی. بعد ملاقات رهبر دولت و با دستگیری ساکنان نقشه دعوت تیرماه سال 2018 107%، دعوت بهاری سال 2019 در 3 روز 104%، دعوت تیرماه سال 2019 در 3 روز 110% و دعوت بهاری سال 2020 در 1 روز 103% اجرا گردید. تمام مردم جمهوری با شما با مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان رابطه همه احسن میخواند. احسن. در جاده عملی سازی اقدامات
و چهارمین ذکر شده دستگیری ساکنان ولایت، مخصوصا پدر و مادران و خصوصا جوانان نقش بسیار ارزشمند بازیدن که با استفاده از فرصت به مردم شریف ولایت برای پشتیبانی از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت سپاس و منتداری بیان می‌نمایند. در همه دور زمان راهبر تکیه با مردم باید کرد. وظیفه راهبر از پرزیدنت تا همه زینه‌ها خدمتچی‌های دولتی به خلق خدمت کردن است. برادرها فراموش نکنید، به خلق خدمت کردن. ما خدمتچی مردم هستیم. راهبران شهر نایا و همه ساختار و مقامات دولتی ولایت را بار دیگر وظیفه‌دار می‌سازم که رابطه را با اهالی مستحکم کرده برای بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی و شهروندی ساکنان کارهای فرماندهی را در بین همه قشرهای جامعه به طور جدی تقویت باشد. در این روند علاخصوص رئیسان محله ها، جماعت های شهرک و دهات، راهبران مؤسسات تعلیمی، کارمندان مسئول مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایه ها یعنی خدمتچیان دولتی موقع بی‌طرفی را اشغال نکرده باید مسئولیتی بلند و تشبث‌آمیز نشان دهید. در هیچ حالت روی راست میگویم دوریه شدن در کار نیست. اعتقادی مردم میگریزد، اعتقاد اخلاص مردم از راهبر میگریزد. چنانکه بارها از منبرهای بلند سازمان‌های بین‌المللی تاکید کردم ناآرام باقی ماندن وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان و ادامه یافتن مقاومت مسلحانه سازمان‌های تروریستی در قلمرو آن با وضعیت تاجیکستان بخصوص ولایت مختار کوهستان بدخشان که با این کشور 910 کیلومتر سرحد دارد تأثیری بی‌واسطه رسانیده و ثبات و آرامی میوه‌ده آن خطر جدی ایجاد می‌نماید. افزایش شماره جنگیان گروه‌های تروریستی در منطقه‌های شمالی افغانستان همچون تهدید و عامل اساسی خطرزا برای ساخت کنیسانی و دولتداری ملی و دنیوی تاجیکستان باقی می‌ماند. ولی متاسفانه بعضی گروه‌های متشکل جنایتی ولایت مختار کوهستان بدخشان دیده و دانسته این عامل را صرف نظر کرده با اعضای تشکیلات و گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، سلاح و سرحدشکنان جمهوری اسلامی افغانستان رابطه برقرار می‌کنند و جنایت‌های وزین صادر نموده ثبات و آرامی را در قلمرو ولایت خلل‌دار می‌سازند و در این سمت ساکنان آسایشته را نیز با راه فریب و مشروعی استفاده می‌کنند. مثلا در دوام 1 سال و 10 ماه آخر 13 نفری اعضای گروه متشکل جنایتی اینچنین با دعوت و تشویقات آنها 51 نفر ساکنان ولایت و 15 نفر شهروندان افغانستان برای صادر نمودن جنایت‌های وزین از قبیل قاچاق مواد مخدر، سلاح و لوازمات جنگی، عبور غیر قانونی سرحد دولتی، کوشش انتقال گروه‌های تروریستی با مقصد ناآرام ساختن وضع در قلمرو ولایت و مملکت در خط مرز دستگیر و به جاوداری جنایتی کشیده شد. از این لحاظ با مقصد از بین بردن عامل‌هایی که به پیدایش، تشکلیابی و نفوذ پیدا کردن غایه‌های اکستریمیستی و تروریستی و حالت‌های حقوق ویرانکنی زمینه می‌گذارند، اینچنین برای درست هدایت نمودن نورسان و جوانان باید مجموعی چاره‌بینی‌ها در سمت به اهالی فهمانیدن مفهوم‌های تاجیک و تاجیکیت، دولتداری ملی تاجیکان، خودشناسی و خودآگاهی و وحدت ملی، قهرمانی و جانیساری‌های فرزانه ملت تاجیک به مثل استاد عینی، باباجان غفوروف، شیرینشاه شاه تیمور و دیگران برای پایداری دولت تاجیکان عملی کرده شد. برای هر یک شهروند تاجیکستان ارزش و مفهوم پایداری دولت ملی تاجیکان باید از همه بالا باشد و همچون غایه مهم و تقدیرساز دانسته شد. ولی از تحلیل مشاهدات چنین برمیاد که با وجود تدبیرهای تا امروز عملی نموده حکومت مملکت و غمخواری و شرایط مهیا گردیده خصوصا در سمت تعلیم و تربیت تا حال
سطح کارهای تربیوی در همه زینه‌ها از عائله سر کرده تا سطح محل، کودکستان، مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان چندان ثمربخش نیست. متاسفانه امروز در جامعه ما علالخصوص در بین نورسان و جوانان تفکر ملی، سیاسی، مفکوروی، جهانبینی دنیوی مناسبت به ساخت کیسانی و دولتداری ملی در سطح ضروری نیست. تحلیلات ثابت می‌سازند که تفکر کشری نورس و جوان جامعه در سمت شناخت عمیق هویت ملی هنوز به تکمیل جدی نیاز دارد. مقصد اساسی ما در رویه وطن دوستی صداقت به دولتداری ملی تاجیکان و افتخار با ملت، دولت و وطن تربیت کردن نسل نورس می باشد. بنابراین ضرور است که در همه زینه‌های تحصیلات جهتی در مفکوره نسل نورس جای کردن و مستحکم نمودن احترام به تاریخ، فرهنگ و زبان دولتی، مقدسات و ارزش‌های دولتداری ملی تاجیکان، خودشناسی و خودآگاهی، ننگ و ناموس ملی و البته وطن دوستی و وطن پرستی و تحکیم وحدت ملی تدبیرهای مؤثر علاوگی اندیشیده شود. ما باید نسل آینده را همچون شخصیت‌های تشبثکار و وطن دوست به وایه رسانیم و آن را از تأثیر همه گونه مفکوره تحمیلی افراطی، بیگانه پرستی و ارزش‌های ضررناک غیر ملی ایمن داریم. ما وظیفه داریم که جوانان صاحب معرفت و دانشمند، هوشیار و زیرک، وطن دوست و وطن پرست و حامیان دلیر و شجاع مرز و بوم اجدادی را تربیت نماییم. در رابطه با این تاکید می‌سازم که تکیهگاه اساسی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی باید نسل وطن دوست، صادق به دولت، وطن و خلق خود دارای معرفت بلند، جهانبینی معاصر، اراده مستحکم و در زحمت آب و تاب یافته باشد. زیرا در لحظه‌های حساس و سرنوشت محض آنها باید تشبث را به دست خود گرفته توانند. رهبران مقامات محلی، پدر و مادران، فعالان و زیایان باید نورسان و جوانان را از اعمال ضد قانونی و رفتاری که مردم محل، دهه و ناحیه را زیر خجالت و در حالت ناگوار میگذارند نگاه دارند. مهمترین وظیفه دولت تأمین امنیت شخص، دولت و جامعه می باشد. تأمین امنیت و رشد ساحه‌های گوناگون حیات جامعه در نوبت خود تنها با راه تأمین نمودن ولایت قانون و درک مسئولیت بلند شهروندی عملی کرده می شود. بنابراین رعایت بیچون چرای قانون باید اساس فعالیت هر یک فردی جامعه باشد. با این مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم یعنی تربیت حقوقی اهالی باید به سطح رسانیده شود که خود جامعه با مسئله های ویران کردن قانونیت، حس بیگانه پرستی و خرافات پرستی و رادیکالیسم دینی با در نظر داشتی رشد با مرام دولتداری واکنش آگاهانه و عادلانه نشان دهد. یکی از مهمترین عامل‌هایی که به این روند مساعدت فعال می‌کند فعالیت ثمرناک رهبران و کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی یعنی خدمتچیان دولتی در کشور از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. از این لحاظ انتخاب و جابجاگذاری و تربیت درست کادرها مسئله فوق‌العاده مهم به حساب می‌رود. با وظیفه‌های مسئولیتناک دولتی شخصان پیشوری کرده شوند که پیش از همه پاک وجدان و به وطن، دولت و خلق خود صادق باشند. سطح بلندی معرفتناکی، کسبیت، قابلیت تشکیلاتچی و استعداد رهبری کردن مردم را داشته باشند. مسئولیت سروری و سمت اجرای مهمترین وظیفه‌های دولتی سفربر نمودن تشکیلات و مؤسسات و مردم به دوش راهبر قرار دارد. قانون برای اجرای این مسئولیت و وظیفه‌ها به او حقوق
و صلاحیت‌های بیان داده است. برای رهبری موفقانه خصلت‌های شخصی و کاری و تخصصی، قابلیتی در لحظه‌های معین قبول کرده توانستن قرار درست، تشبثکاری، قاطعیت در موقع دولتداری و تأمین قانونیت و ترتیبات، ایستادگری کردن و استعداد به عامه تأثیر رسانیدن نهایت ضرور است. ولی متاسفانه در سطح بعضی جماعت و نهادها تا هنوز عکس این حالت بر علا بر نظر میرسد. در برابر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی مهمترین وظیفه رهبران مقامات اجرای حاکمیت محلی از سطح محل تا ولایت کارهای فرماندهی، مفکوره سازی و به دست گرفتن تشبث در مناسبت با قشرهای آسیب پذیر جامعه می باشد. ما باید واقعیت را به مردم با دلیل و مثالها و در مقایسه با سالهای پیشین فهمانیم. سبب‌های اصلی بعضی دعواها را نسبت به جنایتکاری‌ها گشاد روشن گوییم و کار را طوری برآوریم که مردم پیش از همه جوانان با عاقبت‌های حقوقی رفتار خود بهای واقعی داده توانند. در رابطه با این وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، معارف و این وظیفه‌دار کرده می‌شوند که یک جا با دیگر ساختار و مقامات دخلدار مسئله باز هم زیاد نمودن کوتا را برای تحصیل جوانان ولایت در مؤسسه‌های تعلیمی دیگر شهر نایای مملکت بررسی نمایند. وزارت اداره و ساختار و مقامات مربوطه باید اجرای طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره زبان دولتی را تحت بررسی همه‌جانبه و نظارت جدی قرار دهند. تأکید می‌سازم که قانون برای با تنظیم در آوردن این جنبه حیات جامعه قبول کرده می‌شود و اجرای مقررات آن از جانب همه شهروندان کشور حتمی است. همچنین ساختار و مقامات دخلدار وظیفه‌دار کرده می‌شود که جهت پیشنهاد معلومات سری وقتی و دقیق به اهالی فعالیت واسطه‌های اخبار عامه ولایت را گسترش بخشیده دایر به مسئله فراگیری پوره شهر و نایای ولایت با برنامه‌های تلویزیونی مرکزی و محلی تدبیرهای علاوگی اندیشه. یک نکته دیگر را تاکید می‌سازم که وظیفه هر یک رهبر از ولایت سر کرده تا جماعت‌های شهرک و دیهات، مسئولان ساحه‌ای وابسته به جوانان و زنان، همچنین فعالان، اهلی‌زیا، خادمان دین و شخصان آبرومند در شرایط امروزه سروری کردن مردم با کارهای آبادگرانه، تشویق و هدایت نمودن اهالی، تربیت نورسان و جوانان در روی وطن دوستی و وطن پرستی، افتخار ملی، آموختن علم و دانش، کسب و هنر، رعایت قانونیت ترتیبات، یعنی تأمین نمودن ولایت قانون می باشد. من به زحمت دوستی، وطن پرستی و حس بلند ملی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باور دارم و با اعتماد کامل اظهار می نمایم که آنها در قطار تمام مردم شریف تاجیکستان جشن مقدس و بزرگ ملی امان 30 سالگی استقلال دولتی را با احساس گرمی وطن دوستی و دستاوردهای ارزنده استقبال می کنند. بار دیگر به همه شما ساکنان میهمان نواز و زحمتکش و متین اراده ولایت مختار کوهستان بدخشان برای پذیرایی صمیمی عرض سپاس نموده خرد و بزرگ مردم ولایت را با افتخار سالگرد 29 استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان تبریک میگویم و به خاندان هر یکی آنها سلامتی، خوشبختی و فیض و برکت آرزو می نمایم. سعادت و پیروزی دائما نصیبتان باشد هموطنان عزیز. سلامت باشید.